سلام علیکم عشقای داداش، خوش اومدید به یک ویدیوی جدید از چنل توبای آلفا، همون آلفا یاسین خودمون. حالا ما امروز اومدیم 50 کریت بکنیم. یه آموزش هم داریم براتون که چگونه رنگ رد اسپراید بگیریم. فقط مال همین سیزن آپدیت بعدیه، میتونید بگیرین، بعدش میره کلا 60 روز تایم داره. خب آقا ما اینجا 10 تا براتون کریت واکنیم اول، بعد بریم بزنیم 10 تا از این جواب اول بشه بزنیم. 49 تا جمع کردم من، هم 50 تا روندش کنیم به بالا. خب آقا یه چیز خوب بده ناموسن، برای یه نفر من بتر پس میخرم. به تو واقعا خوبه، نه واقعا خوبه. 5 تا 10 تا متیک در واقعا خوبه. من اون گانشو نایفشو گرفتم، 10 تا هم بزنیم حالا. من اون گان و نایفشو گرفتم، اون چیزاشون جبارم گرفتم، فول کردم. 180 تا هم از این چیزا مونده، 280 تا از صدیفته. خب آقا اینجا یه دونه 36 تا رو همه رو با هم بزنیم. اگه یه 36 تا یه دونه 200 تا یا 50 تا در بیاد برای یه نفر، به قید قرار تو کامنت ها یه نفر رو انتخاب میکنم، سی پی میزنم براش، بتل پس میزنم سی پی. خب به 6 تا متیک، یکی 3 تا یارزا 5 تا 2 تا. نه ما با دمت گرم واقعا اکتیویژن زحمت کشیدی. 36 تا زدم مرد حسابی، با 15 تا من متیک میدی، اپیک میدی، متیک میدی، اپیک میدی. واقعا خوبه، نه واقعا خوبه، نه ایمو شد. خب آقا این مسکین نشد دیگه، بتر پس برای نفر بزنم. آقا من بتر پس میرم سی پی بخرم، اینو فولش کنم. آقا این 3 تا هم از این بزنیم ببینیم چی میده. بابا 2 تا متیک واقعا خوبه. از اون زدن 2 تا متیک بابا خوبه. خب اینم یه دونه از اینا داریم مال سیزنی که خب ولش کن بعدم بزنیم. آقا بیاریم سراغ آموزش جدید، آموزشی که می‌خواستم بهتون بدم. گفته بودم که چجوری رنگ رد اسپراید رو واکنین. آقا ما که برای اینکه واکنیم، این بهترین زیباترین کمای بازی از نظر من همین رنگ، یا هم کمای رنگ رد اسپراید که من دیگرشو واقعا دوست داشتم و خدا رو شکر دیگرش همه زودتر گرفتم. خوبه، واقعا خوبه. بعد خیلی خوشگله دیگه. دیلشو گرفتم، اچس و کریمو گرفتم، یکی هم گرفتم کولت و شورتی هم گرفتم. یه دونه کولته یه دونه هم شورتی، اسم کولته یادم نیست ولی یه شورتی اون شاتگان دولوله جای کولتا اونم گرفتم. بعد اما بهتون بیایم بگین که من چجوری بهتون بریم بگیریم. شما قبل که بگیرین باید برید بالا سمت راست، بالای مولتی، اونجا یه گزینه قرمز آبی، اونو بزنید میاد داخل. حالا که بیاید داخل اینجا سمت راست بالا یه دونه S1 بگم که من زدم اینجا S1 همون بالا یه دونه S1 که آیتمه. اینا میبینید وسطیه که مال گامبیتیکو اون لژند کردی، اون چپی هم که یه چیزای آیتمای خاصی بهتون میده و میفته راستیه. حالا ما راستیه کار داریم، راستیه رو میزنیم، اون عکس کرت گانا رو اون یکی زنیم میایم وارد اینجا میشیم. آقا اینجا چیز خاصی نداره و بقیه میدونن و قدیمی های کالاف بعضی اگه خیلی توضیح کرده باشن کالاف میدونن چه قضیه چه قراره. حالا اونایی که نمیدونن سمت چپ صفحه یه گزینه هایی هستش که مال قبلا بوده به بتل مولتی های گذشته که بتل مولتی تو لژند میکنین یه سری آیتم بهت میده، میتونی اینا رو بگیری از اینجا، از اینکه نبودی داخل بازی میتونی بگیری. حالا برای گرفتن اینو باید نیاز به اون کارت های بالا داری. بعد حالا ببین پایین هم سمت چپ اونا مال یه سری سی بهتون میده، یه سری از این تقویت گانا که واقعا خوبه. اگه مثلا یه نفر جدید اومده باشه واقعا خوبه اینا بیاد بگیره. حالا ما با اون سمت راستی ها کار داریم. اگه میخوای رد اسپراید بگیری، رنگای سیزن گذشته رو بگیری. آقا برای اینکه بگیری اول نیاز به تو آموزش بدم چجوری بگیری. سمت راستی بالایی هم عکس گان داره
زده S1 خط فاصله 6 S6، یعنی از سیزن 1 تا 6 یه آیتم رو بهتون رندوم میده، یعنی یک دونه رنگ رندوم میده. یا امکان داره سیزن 2 باشه، 3 باشه، 4 باشه، 5 باشه، معلوم نیست، ولی از 6 به بالا نیست، از یکی دیگه تا یکم که تا اولشه. خب پایینیه چجوری؟ حالا بالایی میتونید همجوری راحت بگیرینش. پایینیه باید انتخاب کنید. این سمت راستش یه گزینه هستش که 40 تا بدید میتونید انتخاب کنید که S1 باشه یا 6 باشه، یا همون سیزن رو بهتون میگه که سیزن 1 باشه یا 6 و اینا، که اون هم زیاد فرقی نداره. حالا تو سیزن چند بذاری، ولی تو اگه رد اسپراید رو میخوای یا رنگ رد اسپراید، کموی رد اسپراید رو میخوای، باید سیزن 1 رو انتخاب کنی و 40 تا که بدی سیزن 1 رو انتخاب میکنی و سمت راست میزنی. حالا بعد اگه خواسته باشید که چجوری از این چیزا جمع کنید کارت ها، باید یه کاری کنید. اول برید بتل و مولتیتون لجن کنید. حالا مهم نیست فرقی نداره تو بتل پلی میدی یا مولتی، لجن که کردی بعد این کارت ها رو همینجوری خودش بهتون میده. حالا تو بعد مولتی رنگ بازی کنی، بتل هم که معمولیه دیگه، رنگ باید بازی کنی، رنگی بازی کنیم بهت میده. حالا فرق نداره آلکا باشه و اینا میده. بعد تو که گرفتی اونا رو بهت میده، راحت اینجا خرج میکنی و اصلا نیازی هم نیست تو مثلا اول شدی، دوم شدی، سوم شدی. اینا هم بهتون بگم که اینا هم پایینیا بود که مال سیزن 1، اینا رو بهتون رندوم میده. اینا که رندوم یکی از سیزن 1 گرفتی پایینیه، یکی از این رندوم بهتون میده، مثلا مال کورتو میده یا اینو میده یا اونو میده، اسنایپر میده، شاتگان میده، معلوم نیست یکی رو بهتون رندوم میده. که من اولی اسنایپر گرفتم بعد دیلشو گرفتم، اینم واقعا خوبه. حالا بالای چجوری قضیهش؟ بالای هم همونطوریه، فقط قبلی که مثلا مال سیزن 1 رو بده میاد اول چیز میکنه، اول میاد اونا رو میده، بعد مثلا زده سیزن 1 2 3 4 5 تا 6، این مال سیزن 2، این مال سیزن 3، این مال 4 اگه اشتباه نکنم، اینا مال 5. خب دیگه زده دیگه، این مال 4 بود، اینم مال 6 بود، قبلی مال 5 بود اگه اشتباه نکنم. خب بالا زده بود دیگه سیزن رو، من سریع رد کردم. بعد اینکه اینا هم جمع کنی واقعا راحته و آموزش چیز خاصی نداشت، ولی بعضی واقعا نمیدونن. من راستی بگم که کلا 60 روز تایم داری تا بیا اینا رو بزنی. کلا هم 8 باره، پایینی 8 باره، بالایی هم 8 باره. و اگه نرفته بیا بگی. حالا من شانسم خوب بود و یه دونه دیل و چیز کریم در آوردم، واقعا خوب بود، خدا رو شکر. تو این مورد خوب خوش شانسی آوردیم، حالا خدا بده برکت. حالا تو گردنام ان شاء الله خوش شانسی بیاریم. هیچ دیگه. اینم از یه دیل رد اسپراید با این اپیکش واقعا شاهکاره. اینم بذاریم اشتباه این هم واقعا شاهکاره. من نمیدونم از دایموند و داماس اینو بیشتر دوست دارم، نمیدونم چرا، خیلی خوشگله. راستی آخر ویدیو این گیم پلی هم براتون میذارم، اونم نگاه کنید اگه دوست داشتید. مال هم با همین طرد 1 دقیقه است. اینم حالا اینم از اینش هم قشنگه، ولی من بیشتر اینجا نشون میده اصلا این مال سیزن اینا نشون میده. اگه رنگای متفاوتشو بگیرین مال همونا رنگای متفاوت اون که سیزن دیگه اینا رو بهتون میده، رنگاش این شکلی. بعد دیگه هیچی. اینم از اینم بهتون میگم که ممنون تا اینجا ویدیو ما رو تماشا کردید. اگه لایک کامنت سا فراموش نشه، خیلی عشقید. راستی چنل منم حمایت کنید. دمتون گرم آقا. تا یه ویدیو دیگه، خداحافظ.